من تو غسالخونه بودم این لحظه‌ای که الان میخوام تعریف کنم. یکی از رفیقای ما مرده، با CG تصادف کرده با یه ماشین امریکایی و طوری بود که غسلش نمیشد بدیم. خیلی بدن آشفته و تکه تکه بود. هر چی جلو ننه حمید گرفتیم که نیاد داخل غسالخونه نشد. پیرزن یه التماسایی از ته جیگر کرد، زد، ما هم گریه انداخت. حمیدو تکه تکه بود، نمیخواستیم ببینتش، غسلش هم نشده بود بدیم. تو حلقش خورد شده یه صف کیلومتر CG در می اومد هنوز و روغن و بنزین کادیلاک بعد 2 روز هنوز شره میکرد ازش. خلاصه جلودار ننش نشدیم، به زور اومد داخل، رفت سمت سنگ و بند کفن باز کرد. خیلی نگاش کرد، ساکت نگاش کرد، دیگه گریه نداشت که بکنه. یواش گفت ننه میفهمم صدام میفهمی ها. ننه اگه امشو ارس و پرست کردن، اگه ایرادت گرفتن، چه خدا خودش چه نکیر و منکراش، بگو باشه شما درست میگینا، ولی ننم ازم راضیه. بگو ننم گفت خدایا ما از حمیدو راضیم، خدایا در حقم کم نناد هیچ وقت.